این ساعت 11 شد این بچه من نخست بیروز روزی ایدی مادرانه ممکن بخیزه آزی مرا تبریک کنم اوچا! ای اوچا! ساعت 11 شد او جونی اوچا خستی؟ خسم اوچا؟ ای بر وقت به دور نمیکنی ساعت 11 گذشت نخی؟ شرمنده شده پوپشوی من شکیدی؟ ای اوچا! بس های اوچا بخدا بزرگ کردی دیگه آهای؟ ای بچه کلان شده ولی اونایی کودکو رفتار میکنی قدیما پگرم بیاد در پیش همون کنین دمی رفتارو را که چی میگه با؟ ای بای بخدا اوچا من دیگه کودک نیستم با یه بچه حساب کنی میکنی ولی دم پیش کلین نه بیا همین رفتارو ترکه اوچا کلین 2 روز در خونه نمیسته ای اوله وای نیسته اوچا پدر مادرش آدمای یک با ابرو با آدمای یک کلان شونده دختر خشوگیش هم میبینی چوجای پری اوچا یه رایده از اون در کن نیست اوه میگوی ایوالی اوشه ما در پرابلم کردستی ساعت چند شد 11 شد من نه بدور میکنی اوچا گیجا بدور بودینی نمیشی من بدور نمیشیدم پاتینگو را شکیده؟ اوه شکیدم تازه کردم تیار کردم اوچا هم دوی من خیلی میکنی من میگو که بچه من فلان که کای زن میگیری همین آها کن باشه من زن نمیگیرم با من رفتم اوه خدا را هزاران بار شکرانه این بچه من یگان نغزیده یافته شکر که خانه با اومدن کلی نوری نو میآید فیض و برکت میآید ای خرسندیش حتی مادرش تبریک نکرد شاید اوزی بیاید و تبریک کنه مقدس؟ او اما سپرتیفیکای من را بیار خواهر جان اکا جان توفای مادرم را از خاطر دارم براره مایلش خواهر جان مایلش تا نظمان خونه در به هیچ کسی نکن مایلش خواهر جان من بگو با باز برمیگردم مایلش خیر خواهر خوب در دل آتش سرده قلبی من به تو پر درده چی سازم آخر از دوری عزیزی دل با من چی کرده صدا کن دل زارم بر راحت انتظارم همینجا درومو؟ اوه کم جد برو شوی نوستا اوه دی شکر السلام علیکم ها رحیم جون همون دوره های مکتبی جون یاد دارم همین معلم به کی زن کلام میشه این گلبی اون بچه اوچاش هفتشی بیره با کدام با کی نمیباری قصازوده یا خموز افتادیم دختری کلدو گیش کوکلا بیسیم فیران ده هیچ نه از 3000 سونده پدرکه کنار باگیری وقت هشتی ما چیده میگم یا گلی آن چال باشه یا از اونها نشه واقع یه وقت هم میخریم تشکیل هر نگاه کنی گلی نمیخواد بوری که کامل میرم تو با این نمیشه دانش خواندگی همین که پیشواز میگیرن آن میتام این خیلی‌باد ارکانک ایجبا ارکانک ایگرای عروس دانخوام خیلی گل بگیرن ها دوستی عزیز امروز روزی 8 مارت میدونی؟ میدونم خیلی با مادر عزیزت یگان چی توفه کردی؟ اگر من مثل تو مادر میداشتم 1000 چنین دخترها را با یک ناخون مادر میوز نمیکردم افسوس مادر ما در زیر خاک ایرا ما برای مادر ما میبرم لیک هیچگاه آید نبرار که ای همه در شخصیت نزدیک محبت و از همه برای چیز تر نگاه نمیکنه این شخصیت مادر ای همه چیز یکتا بشه با جز پدر مادر
خانوتا رایم جان تو از من خفه نشد دوستی عزیز نمیدونستم ما فقط قدر مادر رو بدون ایمه گنده نصیحت قدر مادر رو بدون دوستم بیاکا تیزش که بیا نه کجان دیدی شما تیار کردی؟ 80 سوم چند سوم؟ 80 سوم بچه مسخرمو میکنی؟ دمی عین قیمتی 80 سوم؟ 20 سوم بود؟ نمیشود بچه میشم 20 سوم جای شیده شمده جای شیده خیلی هم کسی گرد فرو جورم هم چیزگاه میگیرم قیمتی باز نخواه دختر در 80 سوم دل بگیرم مالی قیمت رو غمی دلم آخر با کی گویم به تو ماهی روان عشقم زکی جویم تنها ترین مجنون گشتم زی دردی تو نستی کجا روم ای ماهی دل جویم تنها ترین مجنون گشتم زی دردی تو کجا روم ای ماهی دل جویم برادر جان چه خیلی سازی یک جادروی کنم براجان میره؟ نه برادر جان امروز من کار دارم بخشش ده هیچ گم نه ولی ببه سرگره امروز 8 مارت یکم تاگ یافتی چی ها؟ خی یا تایافتم شید گم نیست بگه بیا چخچخ میکنی مالی مرا وخری دارم میرم مالی بگه میبینیم تا مالی از 100 نفره یک نفره دوستی وفادار از تجربه گویم کی کند دوست خیانت از تجربه گویم هزار چونین دخترها را با یک ناخونی مادرم عوض نمیکردم افسوس مادر ما در زیر خاک ایرا ما برای مادر ما میبرم با مادر عزیزت یگان چی توفه کردی سلام علیکم آقا جان شما در این نماز شام چیکار میکنین در جای امروز روزی 8 مارد باید شما همراه فرزنداتون گذارین آقا جان چون شما فرزند اگر من فرزند می داشتم در همه جا میشتم میطلبیدم خدا با من فرزند نداد بچه جان این عید برای من نیست این عید برای آدمانی است که فرزند دارم من فرزند ندارم بچه جان زیق نشوید خداوند یک روز شما را صاحب فرزند میکنه زیق نشین بچه جان این رایما گیرین امروز برین خودتون همراه یگان شخص نزدیکتون بگذارین مالی بچه جان رحمت بچه جان خاک اگری زر شوه بچه جان نه اما شخصی نزدیک ندارم این دقیقه کی میگذارم نماز شام شد یه جا نیست که بیاید مرا فراموش کرد خیر میلش از قفای خوراک شام شوم انا اون پسرم بیا پسرم
کجا شدی پسر جان؟ بخوریت چه گذشت پسرم؟ چه مرا ببخش. برای چی خوی؟ واخری رو مانه دوچه. دوچه جان مرا ببخش. چی شد پسرم؟ برای چی ببخشم دروغ؟ سر از خواب خستم. با جای تبریک کردن مادر خود، با جای تبریک کردن شما فقط فکرم در دوست داشتم بود. اما همش دروغ بوده است. اوچه همش دروغ بوده است. همش پر از خیانت و فریب. اوچه جان غیر از تو دیگر من با هیچ کس باور ندارم. ای پسرم، قلب ما مادران بزرگ است. من فکر کردم حاضر برگشتم می‌آیی و مرا تبریک میکنی. اما برای من نه زر و نه سیم و نه پول و مال در کار نیست. تنها خوشبختی تو. نعمت‌الله جان پسرم، برای من فقط خوشبختی فرزندم در کار است. قلب ما مادران هیچ گونه بدی و کینه رو نمیگیره پسرم. برای من فقط خوشبختی تو در کار است. من صدقه خاک پای تو میشم. برای من مادر تنها یک مادر جان. ایدی مادران مبارک شود گفتن تو بس بود پسرم. دوست داشته چی شد پسرم؟ اوچه جان دوست داشته رو خیانت از دوست داشتم دیدم. اوچه با بگونه میشون اونقدر دردآور نبود. با دوست و رفیق جانی خود شیرالی خیانت با دوستی خود. دیگر از این پس اوچه جان برای من دوست داشته وجود ندارد. دوست داشته همه کس من برای تو هستی اوچه جان. همش میگذرد جانی مادر. نعمت‌الله جان برای من تنها یک سخن تو به دنیا میارزد که گفتی مادر جان ایدی مادران مبارک. همین در دل من جای شد. اوچه جان چشم من رو دوست داشتم چون کور کرده بود که نتوانستم با شما حرف یک سخنی زیبایی در این روزی مولود روزی مادران گفته باشم. من رو ببخشید دیگر در حیات برای من دوست داشته و دوست وجود ندارد. دوست داشته و دوستی من تنها توی مادر جان. پسرم اوچه دخترانم مرده است. بو می شود هیچ گپ نه با از این خوبترش رو میابی. برای این هیچ غم نخور پسرم. هیچ گپ نه. بیو میخزیم بیو خانه درایم نهاری کنیم. اوچه جان من از این بعد یک طوری موی شما رو با 100 دختر زیبایی وزن میکنم. ازش پسرم جانی اوچه من تو رو به دنیا نمیتیم. من یکم یگانه پسر دارم. صدقه خاک پای تو میشوم. تو باشی برای من بس پسرم. اوچه جان من رو یک دور دیگر میبخشی. هیچ گپ نه پسرم. همین سخنت کو یک دنیا است. اوچه جان ما مادران هیچ وقت بدی نمیگیریم. بعد خیانتی دوست و دوستاشم رو دیدم از قرب به شما توفه گرفتن نتوانستم. ولی میگویم مادر جان ایدت مبارک. ایدت مبارک. تون باران که بر قلبی همه انسان میریزی. تون باران این ایسان که همه یکسان میریزی. زی تو نخلی محبت رویتان در داخل سینه. همیشوی تو دلها را زی هر یک داغ و هر کینه. السلام خواهر جان.
اومدم. تو با مادرم برده نه؟ بردم از خاطر تو نبرم. نه از خاطرم نبرم خواهر جان. باز در این روز مبارک خداوند نصیب ما یک داغو و یک سایبون دیگه فرستاد خواهر جان. او میدونی این خوشبختی است. خوشبختی من و تو خواهر جان. چقدر من نفهمیدم. از حداک من نمیدونم برای تو چقدر فهمم. بیا خونه گذاریم میگم بیا. بیا خواهر جان. اکا جان کنی با هم فهمونه چی شد؟ من نفهمیدم درست فهمونه. خواهر جان میدونی چی؟ اکا جان پس مادری گفتهتان در کجا است؟ او رو کی میاره؟ من میخوام تستر رو به خونه بیاره. خواهر جان مادری گفتم در پشت در انتظاری من و توست خواهر جان. پس چرا او رو انتظار کردید؟ اکا جان رفتیم او رو بیاره. بیا خواهر جان بیا خواهر جان بیا بسم الله الرحمن الرحیم. بیا چه جان بیا. مقدس جان خواهر جان این ما با آرزو رسیدیم. خداوند با ما باز مادری دوباره داد. باشه جان گیرید. از همین روز شما مادری ما هستید و هر گاهی که در سیمای شما را میبینیم مادری مردگی ما در پیش رومان میامین. خلاصه خواهر جان گیر خواهر جان گیرین شما گیرین. از این پس شما دیگر در قطعی ما زندگی میکنین. همچون مادری ما هسته و یک دعای نگ نسبت اویلای نوی خود میکنید. اوچه جان اله آمین. خدایا خداوند هر دوی شما را در پناهش نگهدار باشد. از درگاه خودش برای شما عمر دراز، صحت، سلامتی، خانه آباد و رزق فراز را عطا کند. اله خاک گیر زر شود. هر جایی که باشد پروردگار نگهبانتان باشد. آمین. الله اکبر. هزار آمد اوچه جان هزار آمد. شما هم گیرید. رحمت.